یک برادر دیگر با نام اوغلانبک سوال داده است. سلام علیکم، الله شما را حفظ کند. سوال من چنین است: اگر PMT سر قدرت بیاد، مناسبت‌های بین تاجیکستان و افغانستان را چگونه می‌بینید؟ چون ما ضدیتی با نظام اسلامی نداریم. درست است که مشکلات قومی هست، ولی ما امید داریم که این قابل رفع است ان شاء الله. دوم، نظر شما نسبت پرووکاسیون از طرف بعضی چهره‌های رسمی خارجی که می‌خواهند مردم هم زبان، هم دین، هم مذهب، مردمی که ما همه یک ملت، یک تن و یک جان هستیم، افغانستان در قوسین را در نظر مردم تاجیکستان بد کنند چی هست؟ برادر عزیز اوغلانبک، خداوند شما را هم حفظ کند. ببینید، مناسبت های ما در آینده با افغانستان باید با یک همسایه خیلی هم نزدیک باشد، نوابسته از آن که در سر قدرت در اون کشور کی هست و همچنین که فرق نداره در تاجیکستان در سر قدرت کی است. باید که حکومت افغانستان، سیاستمداران افغانستان نسبت تاجیکستان احترام داشته باشند. این سیاست حسن همجواری و همسایگی، همکاری باید با همه کشورها باشد. برای مثال در چین حکومت کمونیستی هست. آیا ما فقط برای آنکه در چین کمونیست‌ها در سر قدرتند ما باید که با آنها مناسبت را بد کنیم یا تغییر بدهیم؟ نه، این کار داخلی چین است. این کار داخلی افغانستان است که در افغانستان چی حکومت به سر قدرت میاد باید که مردم افغانستان خودش حل کند. البته ما میخواهیم که در افغانستان صلح باشد، در افغانستان هر کسی به سر حاکمیت می آید مثل که در تمام دنیا با راه مصالحت آمیز انتخابات با شرکت خود مردم، با رأی مردم بیایند. اما ما تاجیکستان نمی توانیم تحمیل کنیم نقطه نظر خود را به افغانستان، همچنان که افغانستان نمی تواند و حق ندارد به ما تحمیل کند که در سر حاکمیت کی است. امروز امام علی رحمان است، فردا اگر یک نفر دیگر به سر قدرت آمد، به هر راهی که باشد، حکومت امروزه افغانستان حق ندارد از بیرون معلوم کند، تعیین کند که تاجیکان باید چیکار کنند. و من حالا شما فرق نداره در اونجا نظام اسلامی است، دموکراسی است، هر چی است، ما باید با افغانستان رابطه‌های خوبی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم. واقعا خیلی که شما گفتید یک کشور این تاجیکستان و افغانستان هم از لحاظ زبان، فرهنگ، مذهب، رسم و آیین و خیلی مشترکات داریم، ادبیات، تاریخ مشترک داریم. ما را فقط یک رودخانه آمو از هم جدا میکند و این مرزهایی که در مبارزه دو ابرقدرت سالهای گذشته بین بریتانیای کبیر و روسیه پادشاهی این مرزها معین شد که تا امروز این مرزهای سیاسی و جغرافی باقی مانده است. در گذشته این منطقه چه در تابعیت خراسان بزرگ، چه بخارا، چه دولت‌های دیگر مثل سامانیان، اینا همه یک دولت بودن. ما یک مردم، یک ملت هستیم و باید همین گونه هم باشیم. اما اونه که خارجی‌ها پرووکاسیون میکنن، خارجی‌ها همیشه پرووکاسیون کردن، میکنن و خواهند کرد. این وظیفه ما و شما است که دیگر به این پرووکاسیون داده نشویم و تلاش کنیم که سیاست خود را داشته باشیم و به این تبلیغات ها باور نکنیم. حالا ببینید، همین حکومت امروزه تاجیکستان به خاطر هدفهای سیاسی خودش یک بار آمد خودش را پشتیبان تاجیکان اعلان کرد، حرف و سر و صدای زیاده کرد، وعده و واهمه زیاده کرد به تاجیکان اون طرف مرز. اما بعد دید که نه، دیگر زورش نمیرسد و تمام شد به همین. طالبان را دشمن اعلام کرد و علیه طالبان موضع گیری کرد. امروز الکی دیدیم که باز با طالبان گاه رسمی گاه پنهانی گفت و شنید کرده ایستاده است. داد و گرفت برق دارد، مواد سوخت میفروشد و رابطه های اقتصادی دوام دارد و الکی دیگر حرف درباره کمک به جبهه مقاومت ملی نیست. یعنی اینا همه سیاست هن، اینا همه تبلیغات هن و ما ملت تاجیک و افغان در دو طرف مرز نباید داده این تبلیغات ها، داده این حالت های موقت سیاسی باشیم، بلکه باید از عقل، منطق و منفعت های دو ملت کار بگیریم. انشاءالله که همین طور هم خواهد بود.